در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان کارشکنی همشیره‌های شفقت، خادمان فنی لابراتوری‌ها و دیگر بخش‌های یاریرسان کار شفاخانه‌های دولتی را فلج کرده است. کارشکن‌ها میگویند معاش آنها باید بر پایه مدت و ملکه کاری مطابق کرده شود. آنها همچنان تاکید کردند که تا اجرای تقاضاهایشان فقط در حالت‌های فوق‌العاده کمک طبی خواهند رساند. در همین حال شفاخانه‌های خصوصی که اکثراً به مردم ثروتمند خدمات طبی فراهم می‌آورند، کار خود را طور معمولی ادامه می‌دهند. در شهر کشینیو حزب کمونیست مولداوا یک گروه خرد طرفدارانش را برای تجلیل 145 سالگی ولادیمیر ایلیچ لنین دعوت کرد. پیشوایان جمع آمد فروپاشی اتحاد شوروی را یاد کرده، کوشش‌های همایش مولداوا با اتحادیه اروپا را تنقید نمودند. ماه‌های اخیر در اوکراین همسایه شمار زیادی مجسمه‌های لنین تخریب شدند که همچون رمزی دورشوی این کشور از گذشته شوروی و سمتگیری به سوی اتحادیه اروپا در پی انقلاب سال گذشته ارزیابی می‌شود. در شهر بلگراد گروه کارگردان‌های جوان بر ضد فروش شرکت فیلمسازی اولا که منسوب به دولت بوده است اعتراض کرد. اولا یکی از شرکت‌های موفق‌ترین تولید فیلم در یوگسلاویای سابق بود ولی حاضر در قرض غوطیده است. این شرکت فیلمسازی در مزایده با یک کنسرن مشترک سرمایه‌گذاران ایالات متحده آمریکا و فرانسه به مبلغ 9 میلیون دلار فروخته شد که استودیوها و بایگانی آن را با 600 فیلم بدیعی و مستند در بر می‌گیرد. عظمت جانالیف در مسافه 20 کیلومتری بیشکک آرزو دارد اولین مرد قرقیزی باشد که روی عالم را پای پیاده عبور نموده است. او 8 روز پیش از شهر بلیقچی به راه برآمده استراحت آخر هفته را در بیشکک می‌گذراند. جانالیف امید دارد که در دوام 6 سال سیاحتش را تکمیل خواهد کرد.